дар вилояти суғ мизи мудаввар доир гардид. Он бо дастгирии дафтари созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Тоҷикистон дар чорчӯби лоиҳаи мусоидаи ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия ва ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи миллии занҳои собиқари Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. мавзӯи он пешгирии зӯроварӣ дар оила буд. мизи мудаввар дар меҳмонхонаи суғдиён доир гардида вобаста ба мавзӯи пешгирии зӯроварӣ дар оила ибрози ақида намуданд. ما از اون شورای جمعیتی ناحیه دیوشیش تصمیم گرفتیم که در حیث زیاده از 11 نفر همکار را با میلیسیا زیش براه مونده دائما در همبستگی فعالیت میبریم. این پیش از همه آیدی رفت اجرایش قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و عنعنه و جشن و مراسم‌ها، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند و عهدهداری‌های حربی که در نزد جوانان می‌ایستد بررسی کرده می‌شود. ما دائما همکار هستیم و از این شورا بهر پیشرفت ثبات نظامی که در این روز به قید گرفته شده است همکاری می‌کنیم. لایحه مذکور در 18 شهر نوحه ولایت سوق عملی کرده می‌شود و آن 4 سال اینجانب راه اندازی شده است. در میز مدور کارمندان شعبه‌های مقامات میلیسیا و رئیسان شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی 18 شهر نوحه ولایت حقوقشناسان، روانشناسان اشتراک نمودند. اویدی زوروری در اویلات موضوعی زوروری در اویلا همه روزه در شهر بوستون جمعیت ها پیشگیری زوروری در اویلا رو در محله های شهر بوستون با کارمنده هر روزه کارهای فهماندهی با ساکنان محله های شهر بوستون هر روزه کارهای فهماندهی گذرانده استادیم. شورای جمعیتی در نزد میلیسیا نیز با کارمندان میلیسیا با کارمندان شعبه هر روزه با اخری‌ها در محل‌ها گذرانده استاده. شورای جمعیتی اوید مساعدت جامعه شهروندی تصمیم گرفت که در همین 16 روز خشونت خانوادگی پیشگیری زوروری در اویلا میز مدور دایر نماید که در این میز مدور امروز از 18 شهر و نواحی ولایت رئیسان شورای جمعیتی اشتراک دارند و این مسئله را بررسی نموده مقصد داریم که در هر یک رئیسان شورای جمعیتی در محلهای خود بین مردم واخوری ملاقات دایر نمایند. رئیس شورای جمعیتی اوید با مساعدت جامعه شهروندی با اصلاحات میلیسیا در نزد وزارت کار داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق نعیم ملک سلام در هفته سمینار با اشتراکچیان وابسته به فعالیت کارهای انجام شده و نقشه‌های آینده شورای جمعیت معروض نمود. گفته شد که از طرف اعضایان شورا در همه شهر و نواحی‌ها و دهه‌های دوردست با ساکنان ملاقات تشکیل نموده برای برطرف نمودن پیشگیری زوروری در اویلا، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب حرکت‌های افراطی، کارهای فهماندهی گذرانده است. در هفته سمینار از طرف اعضایان شورا در موضوع پیشگیری زوروری در اویلا عمل نامطلوب جامعه معروض نمودند. جدی بازم تقریبا بخشیدن فعالیت کاری شورای جمعیتی اوید با مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی ایوادی تجربه در بین با شورای جمعیتی دایر گردید. در این چاره‌بینی با همکاری همراه اعضایان شورای جمعیتی ولایتی نمایندگان شورای جمعیتی شهر و نواحی‌های اشتراکچی با نواحی عینی، نواحی بوجان با نواحی شهرستان و شهر استقلال با نواحی ظفرآباد تشریف آورده از فعالیت کاری شورای جمعیتی شناخت کردند و ضمن واکنش‌ها از تجربه همدیگر استفاده نمودند. گفته شد که حال در شهر خوجند 89 اولیه نوستوار به قید گرفته شدند و همروزه از طرف اعضایان شورا و ناظران منطقوی با آنها کارهای فهماندهی تشکیل کرده می شود تا صف اویلاهای نوستوار کم گردد. هدف از تشکیل و گذراندن این گونه ملاقات‌ها برای پس نمودن و پیشگیری زوروری در اویلا مساعدت می‌کند. گزارش نصیب جان ابویف و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.